سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز میخوام تفاوت کافئین توی اسپرسو و ماچا رو بگم بهتون با حضور مهمون ویژه نیکی عزیز. سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال آتی. بریم ببینیم که امروز چه آشی برامون پخته. خب یکی این که نیکی اولین باره که داره ماچا میخوره، دیشب به من گفتش که بریم ماچا بخوریم، این چیه داستانش و اینا. گفتم چیز خاصی از دست ندی، اصلا مزه خاصی نمیده. گفت حالا بخوریم. گفتم باشه اوکی بخور. الان خورده یکم خیلی خوشش نیومده. نظرتو بگو اول در موردش. اول که الان یه سر مزه‌اش. رفتم سرویس بهداشتی، دیدم کل لبام سبزه. اینا داری شراب میخوری، تو چرا چی نمیگی؟ نه لب پاکش کردم، سابیدم. اول اینکه اگه قراره دیتی جای بریم ماچا نخوریم، یک. دو اینکه ببین مزهش میدونی چجوریه، انگار که مثلا یه دریاچه رو میبینی، بعد میری جلو میبینی سرابه، یعنی توقع خوشمزه و خیلی کول داری و میره پایین میبینی هیچی نیست. یکم خورد تو مخصوصا ذوقم. اگر به خوردن چای سبز عادت نداشته باشین من اصلا از این میخورم سبزی مبزی و اصلا فرق عاشق میکنه کرفس و چای آب سبز. نه کرفس. فرق. چای سبز هم میخورم، شاید بخاطر همون چیزی که نه اینی گفتی. که ما سفارش دادیم مشکل اینجاست که ماچای واقعی نیستش توش. می‌دونی؟ اصلا ماچا نداشت تو منوشون. ماچا لته آورده، ماچایی که تو شیر ریختن، ولی در واقع ماچای خالی مزهش خیلی خوشمزه تره. و تبلیغ با اینکه کارخونه ماچا قرارداد نه بستی. جدی خوشمزه تره. شاید میبی. حالا خرابش نکنیم دیگه. ولی کلی چیزای بهتر داره نسبت به قهوه که میخوام تو این ویدیو بگم. یه چیزی با که همین چیزا میخواستم منم بگم، گول زد. شما گول. آخه ایشون به قهوه حساسیت داره. خب یعنی مثلا قهوه اگر بخوره شب باشه یا نخواد فعالیتی انجام بده، بهش ضربان قلب میده و یکم ممکنه به همش بریزه. خب و ماچا هر برای قهوه‌ای آدمایی نه که ها. قهوه سبک براش اوکی. آره. ماچا برای کسی که نسبت به کافئین حساسن، تپش قلب میگیرن یا اضطراب میگیرن، گزینه بهتریه. دلیلش هم اینه که خیلی دیرتر جذب بدن میشه و خیلی پایدارتر تو بدن میمونه. اسپرسو خیلی آدرنالین شما رو میبره بالا، خیلی میبره بالا و از اون برم افت انرژی و افت کافئین دارین تو بدنتون. حالا یعنی یه هایی لایت بهت میده، یعنی تو های میشی ولی ببین اینجوری نه که یهو اینجوری. آفرین. ببین قهوه اینجوری میبرتت خوبه بالا، خب ماچا اینجوری پس یه بار میبرتت دیگه. بالا و های میمونی. چجوری بخوام لبام سبز نشه؟ بعد ماچاها الان دیدین چجوری تو لیوانای این شکلی درازن نی دارن، شاید که دلیلش اونه که لب سبز میشه. شاید دلیلش اونه. الان یه تیکش با سبز شد. بعد حالا فرقش با چای سبز و ازم پرسید که حالا چه فرقی میکنه، این همونه، همون برگ چای سبز همونه، فقط برگ چای سبز رو خشک میکنن، ما دم میکنیم، شما دم میکنید میخورین. اینو آسیاب کردن مثل زعفرون. بعد حالا تو رستوران چاینیز یا اصلش و قدیم که بود اینجوری یه دستگاهی داره، مثلا مثل این چی اسم آتی قدیما من ماچا قدیما که می‌زدن. دنبال لاغری و این داستانا بودیم، مثلا میرفتیم از عطاری ماچا پیدا کنیم بخریم، بعد توی بسته‌بندی پودر میدادن بهمون. اسمش اون موقع هم ماچا بود یا مثلا اون موقع نه سامبلاتی بوده؟ اصلا نمی پودر الان شده لاغری ماچا. بود، شاید حتی یه پودر سبزی بود، شاید گفتن قهوه سبز. فکر میکنم به نام قهوه سبز، نمیدونم این نبود اون بود، نه یادم نیست درسته. ولی این دستگاه چی ما چیزا میسابیم؟ ماچا ساب. نه زعفرون رو میسابیم. سنگ نه، وای آسیاب نه، هاونگ. هاونگ هاونگ چیه؟ هاونگ هولو. هاونگ نه. هاونگ. حالا شاید هاونگ درسته. ماچا هم یه ظرفی داره، ظرف چوبی داره با یه کاش اینا رو داشتیم به جای اینکه اینجوری توضیح بدیم. با یه چیز چوبی اینو این شکلی میسابن بعد میخورن. واسه چوبی؟ آره. پس چرا میگی هاونگ؟ خب مثل اون دیگه، مثل اون یه چیزی داره اینجوری داری اینجوری میره توش میسابه. بعد این از مقدار کافئینش، ولی کلا تو 100 میلی گرم 100 گرم پودر ماچا خب مثلا 70 میلی گرم کافئینه به اندازه یک شات اسپرسو. 2 شات اسپرسو کافئینش از 100 گرم ماچا بیشتره.
اینم تفاوت کافئینه. همون قهوه رقیق شده است بچه‌ها. نه یا ذره رنگ افزودنی چی؟ سبز اضافه کردن. اصلا قهوه رقیق شده یعنی چی؟ یعنی با آب چیزش چه کردی. فرق؟ آمریکانا مثلا قهوه انقدر شات میریزی کلی آب روش. دلیل خب نمیشه همین سبک‌تره دیگه. سبک‌تر نیست، فرقی نمیکنه. تو کل اون اسپرسو رو میخوری. مثل اینی که 1 کیلو پنبه سنگین‌تره، 1 کیلو نه مثل اینی شما اینقدر ودکا داری میخوری، حالا اینقدر آب بریش، این اینقدر ودکا دیگه. فرقی میکنه. بله. آخه میگی رقیق شده مثلا. آخه مثلا من یه جا میرم میگم لطفا قهوه‌مو رقیق خب کن. میخندن به. نه دیگه، یعنی که آب بیشتر بریزیم که سبک شه. مگه آب بریزی رو اسپرسو از این خانم سبک میشه؟ بپرسی. آخه سوال اصلا خیلی بد غلطه. مشروبم وقتی که میخوان رقیق کنن توش مثلا مزه بیشتر میریزن. خب رقیق بشه مگه تاثیر کمتری کمتری داره رو تو فقط اون لیوان رو طولانی دیگه به کردن. شات وارد نمیشه. هیچ فرق. تو قهوه رو شات بزن یا مثلا اونو بریز قهوه چیز ودکا رو. بین علما بچه‌ها اختلاف نه شما نظرتون شده وجود توی نداره. کامنت ها بگین که من درست میگم آره یا واقعا اینو بگید، چون که واقعا گردن نمیگیره. به هر حال قهوه رقیق شده وجود نداره و ماچا هیچ ربطی به قهوه رقیق شده نداره. به عنوان مهمون خیلی نظر نمیده ایشون در مقابل اطلاعات علمی. خب یه گلدون بذار اینجا، یه موقعی کسی حرف بزنه. یه گلدون نه عزیزم بفرمایید. نه نرو بفرمایید. نه ببخش نظر. خب منم سوال بپرسید به عنوان مهمان نظرمو بگم. سوالی ندارم. نه خب ببین، من نمیدونم توی ویدیو گفتی یا نه، یادم نمیاد اصلا رشته کلام ازم گرفتی. من قهوه که میخورم یهو تپش، ببین یه تایمایی اوکی هم باهاش خوبم، یه موقعی یهو اذیت میشم. خب ولی یه چیزایی اون وسطا گفتی بکنم که ماچا تو رو اینجوری نگه اصلا می‌داره. کاری نداریم به مقدارش اصلا به مقدار همینی کاری نداریم. ماچا مدل جذب کافئینش با قهوه فرق میکنه. آروم آروم جذب بدنتون میشه. آخه تو میگی این قهوه رقیق شده است. آروم آروم جذب میشه یه آره. یهو بری بالا. آره اوکی باش. حالا شما خودتون ماچا میخورین؟ من نه. منو گیر آوردی ملت. من چای سبز میخورم. اونم برادر ماچا. چای سبز روتینمه ولی ماچا نه. بعد ماچا هم برای لاغری کمک میکنه. بله همون تأثیری که چای سبز داره ماچا هم داره، هیچ فرقی نمیکنه. خب چیزای خوبم داره. آره جفتش لاغر میکنه. حالا چه مدلی لاغر میکنه؟ یکی از مدلایی که لاغر میکنه اینه که باعث میشه شما دفع بهتری داشته باشید. کلا ماچای کارش چیه؟ آره دفع راحت تری داشته باشید، برای همین لاغر میکنه. ما چیکار میتونیم بکنیم که جذب راحت تری داشته باشیم؟ نمیدونم یه ویدیو برای جذب. خیلی همه چیز به شوخی گرفته شد. ولی من یه چیزی بگم، اونقدری که ببین به مهمونش احترام نمیذاره. دفعه بعد اونقدری که گفتم واقعا بدمزه نیست. یعنی